خوش آمدید به شبکه قدمشاه ایسایف. من باشم با شما قدمشاه. تصمیم گرفتیم امروز با یک قصه بهترین دیگر را پیشکش شما گردانیم. از شما خواهش کرده می شود در کانال ابونه شوین. ابونه شدگی نباشین، حتما لایک گذارید تا که پیشرفتی کانال از شما وابستگی دارد. نام قصه چنین: زنی دو نیکوها، یا از این مانده از آن رانده. زندگی پستی و بلندی و پیراههای پیچ و در پیچ دارد. میگوید بیبی ما زمان خرد بودم مو از بد و نکی زندگی بخبر، ولی چون به کمال رسیدم سیاه را از سفید فرق میکردگی شدم. خیلی ور وقت، یعنی هنگامی که ما خرد بودیم، پدرم از عالم گذشت. باری گران زندگی بر دوش مادرم بار شد. او شب و روز زحمت میکشید تا ما 6 فرزند را خوراند و پوشاند. زندگی خاکسارانه داشتیم. مادرم در مکتب دهمان فراشی میکرد. بعضن من برای یاری رساندن با او همراهی میکردم. از بس که در حسن و جمال از اپای و خواهرم فرق میکردم، بنابر همین مادرم از آنها دیده بیشتر به من اعتبار میداد، زیرا میترسید که به دامی کدام مرد نافتم و فریب نخورم. با همین سبب آن کس خواستگاران نوبتی در حال در تردید توی شدند. خلاصه مرا به خانه بخت گسیل کردند. زندگیم با خرسندی آغاز گشت. صاحب 3 فرزند دوسترویه گردیدم. شوهرم تاجر بود. ما مغازه شخصی خود را داشتیم. بار شوهرم قرضدار شد. برای برگرداندن قرض به مسکو رفت. در آنجا جای کاری خوب پیدا کرده نتوانست. ما مغازه‌مان را از دست دادیم. اما شوهرم از مسکو برنگشت. ما تلفنی صحبت میکردیم و خلاص. در خانه نشستن به دلم زد. به خوشدامنم گفتم. خوشدامنم به من اجازت داد تا به کار برایم. از میان 4 ماه گذشت. من به مثل دختری 16 ساله به مردی همکارم دل دادم. اکنون هوش و یادم به او بود. خیالی شدم. پیوسته پیش نظرم سیمایش جلوه‌گر میشد. این حسیات مرا همکارم فهمید. اظهاری محبت کرد و منی متل اشارت جوابی رد ندادم. برعکس با خوشحالی قبولش نمودم. پس از شناسایی با آن مرد دیگر نمیخواستم به خانه‌ام روم. شوهرم بخبر از خیانتی کرده ام. او با امیدهای زیاد در غریبی کار میکند. هر ماه برای من و فرزندانش مبلغ لباس و پایافزال میفرستاند. دوست داشتم که 43 ساله بود و 6 فرزند داشت. پیشنهادی ازدواج کرده ابراز داشت که فرزندانم را نیز پدروار نگاه و بین میکند. پس از شنیدن این پیشنهاد که بدتر انتظارش بودم، در اندیشه چگونه فرزندانم را از خانه شوهرم گرفته شدم. بعد از فکرهای طولانی خوشدامنم را فریب دادم که شوهر اپام روسیه رفته است و من و فرزندانم تا آمدن شوهرم با اپام زندگی میکنیم. او را همراهی کردنمان در کار. اگر شما راضی باشید ما رویم. گویان اجازت پرسیدم. او نیز راضی شد. منی به اندیشه فکر خانه آباد و شوهری مهربان و فرزندانم را نکرده با آن مرد زندگی آغاز کردم. حالا آن که شوهرم مرا طلاق نداده بود. وقتی با فرزندانم راه سوی خانه آن مرد گرفتیم، آنها گشته و برگشته می گفتند: اوچه جان، راه خانه خاله‌مون این طرف نبود کو؟ مگر خاله‌ام خانه‌شان را عوض کردند؟ ما را کجا میبرید اوچه جان؟ بی‌صبرانه سوال میدادند فرزندانم. نمیدانستم به آنها چی جواب گویم.
خاموشی پیش نمودم. به خانه مرد دوستدارم رسیدیم. فاطمه او را دیده آچا جان این مرد کیست؟ سوال داد. برقچی جواب دادم. روز هم گذشت. نماز شام نزدیک آمد. دخترم باز سوال داد. آچا چرا برقچی نمی رود؟ با او گوید که کارش را انجام داده به خانهشان رود. شب شد. فرزندانم خواب رفتند. صبحی بر وقت شوهرم به کار رفت و من همه‌اش را به آنها فهماندم. رد کردند این مرد را و ناراضیانه گفتند که ما یک پدر داریم. ما را به خانه پدر خودمان برگردانید. ولی اکنون دیر شده بود و امکانیتی دوباره به آن خانه برگشتن نبود. فکر میکردم که با گذشت وقت آنها با پدر نوشان عادت میکنند. ولی احساس میکردم که فرزندانم در این خانه دلگیر میشدند. میخواستم به خانه پدر روی خود و نزد بیبی خود روند. من نیز از کرده هم پشیمان شده بودم ولی دیگر چاره نداشتم. مجبور بودم که زندگیم را ادامه دهم. زمستان سالی گذشته پدر فرزندانم از روسیه برگشت و مرا شرمنده کرد. ما از هم جدا شدیم. حالا یک دختر و یک پسر با من و یک پسر دیگرم با پدرش زندگی میکند. سابق شوهرم تابستان همین سال خانه‌دار شد و شوهر دویمم را باشد از کار بیکار کردند و به مسکو رفت. از رفتنش 2 سال شده باشد هم نه پول میفرستاند نه از خود بخبر میکند. از این مانده و از آن رانده شدم در نیمه راه زندگی. حیرانم، نمیدانم چی کار کنم. مقصد برای کاغذ آوردن سرگذشتم آن است که شما خوانندگان عزیز این را مطالعه نموده مثل من زودباور نشوید و فریب نخورید. در چارسوی زندگی حیران نمانید. میگویند که بخت اول است. این گفته ها جان دارند. طریق قصه های حیاتی به شوهرم گفتنیم که اگر تواند مرا ببخشد. رحمت برای این قصه را تا آخر را گوش کردن. می‌نداریم که شما دستگیری میکنین، قصه های ما را گوش میکنین. از شما بار دیگر احترامانه خواهش کرده می شود که در این قصه بسیار آدمانی هستند که دشنام قبه میکنند. از شما احترامانه خواهش کرده می شود که دشمن قبه نکنید. دعای نیک کنید.